مامان سم تو، خاله سم تو، اصلا نگم براتون. خیلی مامان خیلی زود زدی. تشریف ماشا چقدر تو ببر از کی تا حالا یوز پلنگه آمریکا رو تو خستی. سلام بچه‌ها، آقا چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. آقا ما اومدیم با یه ویدیو سم دوباره من نمیدونم چرا همچین غلطی کردم. دوباره خالم و مامانم آوردم توی ویدیو. انقدر که به من گفتین این مامان سم تو، خاله سم تو دوباره بیار تو ویدیو، من دوباره آوردم با یه چه چالشی اصلا نگم براتون. قرار آبرو شرفم در سطح بین‌الملل بره با همچین مامان و خاله‌ای که من دارم. مرسی دارین دوباره اومدین یه سلام علیک بکنید به بچه‌ها. سلام دوستای عزیز. ما خیلی خوبی داریم که دوباره اومدیم پیش شما. ما چون خیلی نمیان جلوی دوربین مثل شبنم نمیتونیم اینجوری راحت باشیم. ما چقدر نزدیک. دوستان اینو اینجا نبینین ها. این الان همون آدمیه که به من گفت شبنم دوربین رو یک جوری بذار که ناخونای من رنگش تو دوربین باشه. روح میگم نه اخ من پشت صحنه رو نمیتونم براتون بذارم بچه‌ها همتون این زنگ با این زنگ آشنایی خیلی خاصی دارید که میدونید من خیلی به این زنگ خیلی علاقه شدیدی دارم. دوستانی که میدونن تو کدوم ویدیو من عشق این زنگ بودم حتما برای من ویدیو درست بکنید بچه‌ها. قطعا دیگه ویدیو مامانم و خاله‌مو دیدید، میگم عکسش رو این ادیتورم براتون اینجا بذاره. این سری قرار اطلاعات عمومی ازتون بپرسم که ببینیم چقدر ذهن مامان و خالم خوب کار میکنه. اینا باید در گینس ثبت میشدن بچه‌ها. اصلا نمیدونه اطلاعات عمومی ازن مغز مامانم و خالم اصلا اینجا حیف و میل داره میشه تو ایران. اینجوری من بهتون بگم. بله حتما ویدیو رو همین الان لایک کن، زنگوله هرم بزن که قراره اصلا سوالات سم اصلا یکی سمتر تا آخر ویدیو قراره سم بریم. ما میتوانیم هر زمان هر سوالی که من میپرسیدم بلد بودین یه دونه به این صورت بزنید رو زنگ. پس تا آخر برنامه سعی کنیدم زیر 5 ثانیه باشه. تا آخر برنامه احتمالاً بالاخره یه چیزی زنگ صدا نمیخوره دیگه. چرا؟ بلد نیست. خب ناخوناتو نمیخوای تو دوربین نشون بدین هم به من گفتی بچه‌ها ناخونای خاله‌مو الان میخورن. یه دست بکشین از این زنگ دادم زر میزنم تو دوربین. دیگه ناخوناشو به قیافه منم ببین. بریم که داشته باشیم ویدیوی سم تو سم. رنگ پرچم ایران رو از پایین به بالا به ترتیب بگید. الهی خیلی مامان خیلی زود زدی. زنگو زد خاله زد اینم زد. قرمز سفید سبز. سبز سفید و قرمز. از پایین به بالا گفت. سوال من چی پرسیدم؟ الان من سوال چی؟ پایین به بالا پرچم ایران. میکروفون جلو من گرفت نه جلو تو. گفتم که یه بار دیگه جواب بگو. قرمز سفید سبز. احسن تشریف. ماشا چقدر تو هوشه با قربون هوشت من برم الهی. گفتم پرچم ایرانو از پایین به بالا بگو. قرمز سفید سبز. آفرین مامان جون. ای قربونت برم. امتیاز اول برای خاله گرامی هستش. درست گفتش. بزرگترین حیوان دنیا. خاله زد به زنگ و قورت ندین. دروغ بگه چی؟ اشتباه بگه چی بگم؟ تو چرا زنگ یه دقیقه بس. فیل بزرگ خیلی. دایناسور. حیوان جهان خاله، حیوان دنیا. فیل حیوان دنیاست. الان خوبه امتیازاتو بگیرم. گفتم فیل به ذهنم میرسه. هر کسی گفتم اشتباه. هر کسی گفت الان بلد نبود. من تو الان بلدی بگو. دایناسور. یعنی من واقعا نمیدونم با این اطلاعات عمومی اینا من چه. درستشو بگو ما یاد بگیریم. وال بگی اون. من تو خشکی رو گفتم. حیوان دیگه حیوان. خب من تو خشکی رو گفتم. من فکر می‌کردم تو دریا منظورش. بالاخره باز من تو خشکی رو درست‌تر از تو گفتم که تو دریا رش. الان دایناسور مگه وجود داره؟ چرا نداره؟ الان در حال حاضر دایناسور داره. استاد سوال بعدی. تو کامنت ها دیگه خودتون حال منو بنویسین. اصلا بچه‌ها این قسمت هیچ کدومتون امتیاز نگرفت. پایتخت ژاپن کجاست؟ میشه 4 گزینه‌ای باشه؟ بفرمایید. توکیو. خدا اینو نمیدونستم جواب بده. آی مامان قربونه
به اطلاعاتمون میدارم اینقدر. خدا رو شکر تو این گچ نیست یه چیزایی هست. خدا رو شکره. اگه تو این گچ بود که تو اینطوری نمیشد. راست خیلی تا این قسمت یک برق رفت با اینجا یه 4-5 ساعتی برق نداشتیم. الان دوباره اومدیم ادامه ویدیو رو براتون بگیریم. سریع‌ترین حیوان خشکی کدام است؟ سریع‌ترین؟ بله بفهم. ببر. نه شما میدونی؟ خرگوش. جان خرگوش. نه یعنی واقعا سریع‌ترین آهو حیوان آهو خشکی. آره. آهو خیلی تون میدوه. آهو نه. صفر. پس چرا زنگ میزنین؟ وقتی نمیدونین چرا زنگ میزنین؟ فکر میکردید میدونی. فکر میکنه خیلی فکر میکنه. اصلا فکر میگم نکن تو ها. غلطه. یوز پلنگ. گفتم من ببر که. ببری نه ببر از کی تا حالا یوز پلنگه؟ همون منظورم. همون نه دیگه. آقا، یوز من پلنگ با ببر خیلی فرق میکنه دوستان. اگه فرق میکنه تو کامنت ها از من بنویسید. صفر. با داور بحث نکن. صفر. اینو دیگه اگه ندونین من کلمو همینجا میزنم از پشت اینجوری میزنم به دیوار اگه واقعا اینو نتونین بگید. تا ندونستی زنگو نزن لطفاً. آفرین یه دقیقه نزنین همدیگه رو. اوکیه. واحد پول آمریکا. آفرین خدایا شکر. من فکر کنم یوروه. احسن برام. آقا تشویق. 2-1 چند تا قاره روی زمین وجود داره؟ 3 تا. خاک بر سرم. 3 تا چند چی هست؟ بگو تو دور. قاره آفریقا. آها. قاره اروپا. آها. قاره آمریکا. آمریکا قاره؟ آمریکا از کی تا حالا قاره شده؟ من از همینجا لفت میدم از این ویدیو. شما بمونید و این دوتا خواهر. خب 3 تا شما جواب درست رو میدونید؟ من نزدم. خودش زد. الان نه یعنی نمیدونی جواب درست رو. جواب درست من رو ریسک نمیکنم. میخوای بگو حالا تو هم یه ریسکی بکن. اشکالا گفت که آمریکا قاره. بگو میخوای تو هم حالا بگو یه چند تا. آمریکا. تو هم میگی آمریکا. من اصلا دیگه نمیدونم چی بگم. خواهر داره تایید میکنه که آمریکا قاره است. خاک تو سر من. بشیدم فکر میکنم این که من بچه بودم از کی درس میپرسیدم. من فقط اینو دارم میدونم. جایزه هم میخواد. جایزه رو آخر ویدیو بهتون میگم. ایران 7 تا قاره داره ولی نمیدونم اسمش چی ایران است. 7 تا قاره داره بله. یا جهان؟ نه زمین. سوال واقعا راحته. یعنی اینو دیگه نگین دقیقاً از همین پنجره میپرم بیرون. بلندترین کوه جهان. اورست. آفرین تشویق. تا اینجا 3-1. حالا خیلی عقب موندی یا خودتو برسون. خیلی داری ضایع میشی اینجا. آره ناخوناتو اینجوری نذار. بچه‌ها دیدن تو ویدیو ناخوناتو. بچه‌ها ناخونای خالمو نگرد. ادیتور ناخونو نشون بده. اختراع لامپ به کی ثبت شد؟ ادیسون. خدای شکر نگم نیوتن. خدایا 100,000 مرتبه. من به خدا مونده بودم بگم نیوتن. حالا سرعت عمل داشته باش. نگاه کن ببین. نه ببین. نگاه کن. اینجوری سرعت عمل داشته باش. خب کدام سیاره به سیاره سرخ معروف است؟ زحل. مریخ. آفرین. خدایا شکر. البته اینم بهت بگم چون نمیخوایم نامردی بشه تو یک بار گفتی دیگه نباید بگی در اصل. آره. خب یعنی اینجا امتیاز نمیگیری تو در اصل. تخفیف ندادم گفتم امتیاز نمیگیری اینجا. من کی تخفیف دادم عزیزم؟ چونه چرا میزنی؟ بزرگترین اقیانوس. من سوال گفت از دهن داور اومد بیرون یا نه؟ داور خودش لکنت زبان گرفت. خب این الان اینجا امتیاز را از دست داد. اصلا نه حق نداشتی تو اصلا. ببین مامانو کشوری که هم در اروپا هستش هم در آسیا اسمشو بگید. ایران. خوش به حال ایران. ایران چی هستی تو ایرانه؟ ایران. دو تا تو بگو. دو تا تو. مجارستان. انقدر اطلاعاتون ماشاءالله بالای من میگم میترسم چشم میکنن اصلا بچه‌ها. ترکیه. واحد پول انگلیس چیست؟ کی زد؟ الان کی زد؟ خاله زد. میگه الان تو بگو. یعنی نمیدونه چی میخواد بگه. یعنی خاک تو سر من. پوند. من گفتم. اصلا
دوتاشون با هم اصلا امتیاز بگیرن ها، اصلا همدیگه رو هندل میکنن قشنگ. سلاقشون میخوام بکنم تو مغز. کدام کشور بزرگترین تولید کننده قهوه است؟ آفریقا؟ نه. آمریکا. آمریکا رو تو خستی. بیا من تو رو ببرم آمریکا، دست از سر کچل این آمریکا تو برداری. آمریکا مامان من خیلی دوست دارم، میدونین. آفرین خدایا شکر. کدام اندام انسولین تولید میکند؟ حالا بزن. غده. مامانم زنگ زد، من جوابای دوتاشون رو میخوام بشنوم. یه دقیقه. خب خالم نزده میگه غده. خلاصا تو چی؟ تو جواب نه، تو جواب چی بود؟ سوالش تو الان زنگ زدی، جواب سوالش یادم رفت. انسولین رو همین الان انسولین و کدوم اندام تولید میکنه؟ تو چی داشتی؟ غده رو خیلی درست داشتی گفتی. بگو چی بود؟ آره. وایسا غده چی بود؟ خاده لنفاوی. نه، هیپوفیز. خاده لنفاوی. این تو چی گفتی؟ تیروید؟ نه، لنفاوی گفتی. من گفتم لنفاوی. خب یک دو تا دیگه بگیم. مثلا این داریم میخندیم ما هم. آفرین بچه‌ها جر دارن میخورن فکر کنم الان کامنت ها هستن. کدوم اندام انسولین تولید میکنه؟ دیگه آخرین بارم به این سوال. کتونی. جیل به نظر من که تو کلا سکوت کن. لوز المعده دوستان. من فکرم یه غده‌ایه. اصلا غده رو تو خسته کردی. یعنی اینو اگه بگین 1,000,000 من به شما میدم. به خود همینجا الان کارت به کارت 1,000,000 میکنم. آخرش هم بدی قبول. نه الان اینو بگید من 1,000,000 از جیب میدم به شما. بگو. نخستین رئیس جمهور آمریکا که بود؟ پوتین. چی؟ نه بگو نمیدونم. نه بگو الان همینو بگو. نه خوبه بگو. پوتین مال مگه اون چی؟ آلمان. یه ذره بلندتر میگی بخوام من نشیندم چه برسه بچه‌ها. نه نمیگم، اصلا من زاید. نه تو رو خدا بگو. اصلا نمیدونم. جهنم. بگو. اوباما. ها؟ اوباما. بچه خودم میتونم بخندم. جورج واشنگتن. آره این رئیس جمهور اول بوده دوستان. طولانی ترین رود چه نام دارد؟ سپید رود. وایسا ببر یه دقیقه. یه اسخای. نه یه دقیقه الان من صفر رو میدونم الان چیکار. یه دقیقه اجازه. زنگ زدی؟ نه. چرا حرف زدی؟ این یک. گفتم شاید تو خواهرزاده منی. آخ من اینجا گوزم نیستم دوستان. اصلا پشیزی اصلا من اینجا مهم نیستم اصلا اینجا. من اینجا فقط داورم. جاست داور. تو مگه زنگ نزدی مامان جون؟ خب تو چی گفت جواب؟ داره از خالم میپرسه رود چی بود؟ رود نیل. رود نیل. آفرین. مامان من اصلا این قسمت شکوفا شده اصلا. 5-1 خاله رو همون یک قفل کرده. کدام عنصر شیمیایی نماد A و U دارد؟ آب. سوال بذار متعد دهن این 20 صاحب من بیاد بیرون. بعد میترسم آقا سریع بزنم. تو نترس، این اصلا این مغزش الان فعلا خوابه. خب تو اصلا نگران این نباش باشه. تو الان یک بار بذار دهن منو نگاه کنید. از این به بعد کدام عنصر شیمیایی نماد A و U دارد؟ حالا بزن. مگه بلدی داری؟ عنصر آب. خاک بر عنصر آب. A و U داره آب. تو هم نمیدونی؟ بعدی. جواب طلاه بچه ها جون. عنصر طلا؟ AU برای طلا هستش. عنصر شیمیایی. بله. ببخش عنصر آب چیه؟ H2O. آب. بعد چرا زدی گفتی AU؟ دیگه تکرار نشه. آقا چقدر مظلوم بود آقا. سریع ترین پرنده جهان چه نام دارد؟ آقا. نه. تو هنوز یک شانس دیگه داره. یه ذره به مغزت فکر. اینقدر فشار بیار. به خدا برید جا نمیاد. اینقدر فشار بیار. کرکس. 10 سال بعد. One eternity later. کرکس از که تالا سریع ترینه. دیگه بسته. دیگه سه. شاهین. همون تو خانواده همون بود. آقا با شاهین حکایت همون یکیه. مریخ و زحل. آره نه حکایت قاره آمریکاه. نه. درسته. تقریبا آره. درسته. میخوام اطلاعات عمومی رو یه ذره ببرم به سمت تاریخ، ببینم من با کیا دارم زندگی میکنم. سلسله هخامنشی توسط اینقدر که اینا سوتی
تو این ویدیو داور لکنت زمان گرفت. توسط چه کسی بنیانگذاری شده است؟ داریوش. نه برادرش کی بود؟ داور اینجا دیگه تقلب میرسونه دیگه، رد داده داور دیگه. دلم نمیاد رو همون یک بمونه، خدای خالمه دیگه بالاخره دیگه. حالا کوروشو گفت، داریوشم گفت، حالا یکی دیگه هم میگه، اشکال نداره. شاهین قبول نکردی؟ نه اون شاهین، من گفتم یه دونه استثنا. حالا مامان، حالا بیا پایین، حالا مریخو که یه دقیقه نزنین آقا، یه دقیقه واس آقا، مریخو که ازش نگرفتم. من میگم حالا روی این یکی خیلی فوکوس نکنه، یه دونه این کوروشو بهش بدیم. راضی؟ از این به بعدش تو راضی باش. از این به بعدش من بلد نیستم. فداست اشکالم، بچه ها مغزتو دیدن. کدام پادشاه ایران به پادشاه شاهان معروف است؟ نمیدونم. الان من چی گفتم؟ یعنی دیگه از این راهنماتت زنگو بزن. داریوش. آفرین. خدای شکر. 3 نقطه جوش آب در ارتفاعات کمتر است یا بیشتر است؟ و دلیلش هم باید بگی. دلیل نگفتی، فقط گفتی نقطهش کمتره. خب چی؟ الان من دارم با مامان الان زنگ زد، تموم شد اصلا. اگه خب اون نشد من خب اگه خب من عقل شعور ندارم، یعنی الان مثلا مامان در داره ارتفاعات نقطهش کمتره، درسته جوشه؟ خب آفرین درسته. حالا چرا کمتره؟ به خاطر اینکه گرما بیشتر از زمینه دیگه. اتفاقا سردتره که ارتفاعات. بین علما اختلاف افتاد. یه دقیقه خب چرا حالا میخوای اصلا رو چیز میره صدا و سیما بحث کنید اصلا با هم درباره چرا نقطه جوش آب بیشتره یا کمتره؟ برید الان توضیح بده. بفهم. من توضیح دادم گفتم کمتره. خب چرا؟ دلیل خاصی نداری. دلیل خاصش به خاطر اینکه گرما بیشتر از زمینه دیگه. آفرین. خب تو چی؟ من فکر میکنم ارتفاعات خیلی سردتره، آها. به خاطر همین نقطه جوش پایین تره. دلیل بین علما هنوز ثبت نشده است، هنوز در حال ثبت است. اما کمتر درست بود عزیزم. من فقط می‌خواستم دلیلش رو بدونم. شما درست 7 10 اصلا خوبه. اصلا برنده بازی هستن. اولین واکسن ساخته شده برای کدام بیماری است؟ بیماری هاری. آره خدا بیماریه. بیماری. دو. سن داره؟ 1 کو. یه دونه میتونی بدی، یه دونه. سل واکسن میگه داره. سل واکسن خاک بر سر اصلا. بیماری که این میگه هاری. خاله من میاد درست بکنه میگه سل مگه واکسن داره؟ 3 تا من آوانس به تو میدم. 3 تا بزن. کوزاز. دیگه بگو ده هستیم دارم داریم زنگ میزنیم. بگو یکی تو بگو که من. حالا کدام بیماری؟ هاری هم بیماریه دیگه. آره میدونم. چی شد حالا جوابو بگو. آبله. اخ میدونستی نه؟ اخ چه کاری کردی؟ چیزای ته ذهنمون بود. آره من فقط اگه بدونم ته این ذهنتون کجاتونه عالی میشه. اصلا من میارم بیرون اصلا اون ته ها. پایتخت موسیقی اپرا در جهان کجاست؟ ببخشید من اشتباه دارم. شما بزن. نه ببخشید من اشتباه زدم. نزن این 20 صاحب زنگو نزن وقتی بلد نیستی. بلد نیستی برای چی میزنی وقت منم میگیری؟ نه عذرخواهی میکنم از جمع. نه عذرخواهی قبول صفر. تو خسته من نمیدونم تو با این صفر چه نسبتی داری. هرچی میشه صفر. انگار مثلا مسابقات بین المللی صفر. دکمه صفرش ماما همش آنه. نمیدونم چرا اصلا اینجوریه. تو دیگه کلا از دست دادی الان مهلتتون. دیگه نمیتونی بگی. الان شما بفرمایید. بلدین؟ چی بود سوال یادم رفت. پایتخت موسیقیایی موسیقیایی تو نگو. موسیقایی اپراتوری نمیدونی؟ وین اتریش. سوال بیاد. ادیتور اینو کات کن. ادیتور آبرو شرفم ببین. بچه‌ها نه وینا کوروش و داریوش من درست گفتم. این وین نتونست بگه وین. خسته شد که چه کسی هم اینجا داور شده بچه‌ها؟ اطلاعات عمومی من اصلا زیر قبره، اصلا زیر زمینه. سوتیای شما والا بیشتر سوتیای ما. ببخشید ساعت داره 12 میشه، دارم تبدیل میشم کم کم. ساز سنتور متعلق به کدام کشور است؟ هندوستان. خیلی 2 تا دیگه، هر کدوم 2 تا بگید. 2 تا جون من، 2 تا تو بگو، 2 تا تو بشه 3 تا. هندوستان اصلا. چین. خب آمریکا رو حتما بگو با قاره. حتما آمریکا رو الان بزن. آمریکا رو بزن. آمریکا خیلی من میگم خیلی تموم شد.
بلد نیستم. اطلاعات موسیقیاییمون خیلی کم. اصلا کدومش زیاده؟ میخواستم همینو بگم. کجا زیاد هست؟ آفرین آقا کوروش و داریوشو گفتم درسته؟ عالی بود. دست نداره به خاطر کوریوش و کوریوش. یکی اینو بگیره. خب تو چی میخواستی بگی؟ ایران. ایران. خب منم که میدونستم ایرانینم که گفت ایران ولی چون خاله زد من یه امتیاز میدم به خاله. خالق نقاشی مونالیزا که داوینچی. آفرین چه قشنگ میاد داوینچی. دیدی دقت کردین داره جواب میده میاد بالا فهمون من خیلی بلدم مثلا الان. آفرین ماما. دست 7-3 خاله از 3 بیا بیرون. سوال آخر و من لفت میدم از این بازی. میپرسیدین دیگه. خوشتون اومد آخه نه اینکه خیلی معلومات بالایی دارین اصلا ما داریم حظ میکنیم اینجا اصلا اضافه بشه به معلومات. نمیخواد معلوماتتون در همین حد دیگه هستین به نظر من کافی. دست به زنگ بزنین من قبر میکنم خودمو. دستو بردارین من دستمو اینجا میذارم. خواهشاً تا سوالو درک نکردین زنگ نزنین. این دست بی‌صاب منو برداشتن بعد زنگو بزنین باشه. بزرگترین الان اینجا رو دریاب. اینو دریاب. کشور دنیا از نظر مسافت کدومه؟ بگو. آمریکا. هندوستان. چرا نگفتی آمریکا؟ در همه موارد. آمریکا. ژاپن. تو هم بگو. ستایی داریم با هم بازی میکنیم اینجا. ایران دوستان همیشه در همه جا کشورمون پرچمش بالا. بله مخصوصا آمریکا همیشه قاره است در سطح جدول. روسیه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. واقعا تا اینجا تو این قسمت از بازی آقا چی؟ دست منو ببر صفر بالا. شدیم که این امتیاز نگرفتیم که. مامان من تو این قسمت از بازی برنده میشه. خاله منم خاک تو سر من 5 امتیاز میگیره. مامان من 6 امتیاز میگیره. تو این قسمت مامان من برنده میشه. تشویق به خاطر علم بالاش و تشویق دومو محکم‌تر بزنید به خاطر غده هیپوفیز. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خواهشاً منو خوشحال میکنین چون واقعا روانی شدم تو این ویدیو. لایکو حتما بکوب. اگه بازم دوست دارید خاله و مامان من تو این ویدیو بیان از این ویدیوهای باحال و خنده‌دار و فان براتون بگیریم لایک مجددم بزن. یعنی تو کامنت ها خاله مادر چی بگیم خوبه مغز تو کامنت ها دوستان عزیز. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.